مدیر بیمارستان شفا در غزه گفته امروز پیکر دست کم 179 شهید در یک گور جمعی در این مجتمع بیمارستانی دفن شدند. مدیر بیمارستان شفا این را هم گفته که در میان پیکرها 7 نوزاد نارس بودند که به دلیل کمبود برق جان خود را از دست دادند. بعضی کسا بعضی مواقع میگه که قضیه فلسطین با ما تو چی ربط داره؟ اینا راست میگن، چون قضیه فلسطین ربط به اهل ایمان داره، نه به بی ایمان ها. قضیه فلسطین قضیه وجدان های بیدار است، نه از وجدان های خوابیده. قضیه فلسطین قضیه جهاد هست. قضیه فلسطین قضیه حاجی سی بجا درس دارم خیلی ببخشید دلت خبری اوکه. قضیه فلسطین قضیه جهاد هست، قضیه حق علیه باطل است، قضیه جهاد علیه کفر است. واقعا که ربط به اینها نداره؟ اینو خود دروغ نمیگه، ربط به اینها نداره، ربط به ما و شما داره. گپ مرا متوجه باشن، ربط به ما و شما داره. اینا دروغگو نیستن که اینا ما از شکایت بکنن. قضیه فلسطین قضیه سیکولارها نیست. قضیه فلسطین قضیه نواندیش های نوین و فلان نیست. قضیه فلسطین قضیه فلان خواه و فلان خواه و فلان کس و فلان کس نیست. فقط ربط به اهل ایمان داره و بس. کسی که اهل ایمان است دیگه دردمند است، کسی که نیست دیگه ما از شکایت نداره. همه جسم اینها، جسد اینها، گوشت اینها، پوست اینها، مدیریت اینها، دولت اینها، نظام اینها، عقاید اینها، خود اینها، طفل اینها، مرد اینها، زن اینها، شهرنشینش، نظامیش، غیر نظامیش، فرهنگیش، غیر فرهنگیش، کلش در این ده است. هیچ خوب در بین یهود نیست. قرآن واضح و صراحت میتو مطلق یهود بگه یهود اینی تو کرد، یهود ای تو کرد، یهود ای تو کرد. این تو معنا داره کسی خون از خون چیزی پاک بکشه. این تو معنا داره که خنزیر بگیم خنزیر که کمی گوشت پاکش ازش جدا کنه. کجا از پاک است که ما بگیم این موقعیتش پاک است؟ او مطلق سراسر نجس است. باید بشناسیم اینها را. و ان منهم لفریقا یلون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب و ما هو من الكتاب. خیلی جالب، قرآن قدر زیبا تعریف میکنه. و ان منهم، بعضی از اینها، لفریقا، کسایی هستن، یلون السنتهم بالکتاب، که اینها زبانهای خود را میچرخانن، یعنی تحریف میکنن کتاب را تا مردم بپندارن که در کتاب آمده، در کتاب خودشون. لتحسبوه من الكتاب، الله به صراحت همون لحظه ردش میکنه. و ما هو من الكتاب، مقصد متوجه بشه که از کتاب نیست، دیگه پاس کتاب نیست، از خودشون است. تحریف کار اینها هست. انکار رسالت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم کار اینها است. اگر دیگه تفسیر ما نخواندیم، شدیم جزء اول قرآن کریم در سوره مولوی سیبا که برای ما شما تفسیر کرده نخواندیم که ولا تلبسوا الحق بالباطل، به مینا میگن که شما حق را با باطل خلط نکنید، باطل به پوشش حق به جان مردم، به چشم مردم نزنید. ولی نه عادتشان است که ولا تلبسوا الحق، الله برشان میگه تلبیس نکنید، یعنی باطل را لباس حق نپوشانید. اینمی لحظه ای که اینها بمبارد کرده روان از فلسطین، عالم میگه اینا ما در حق هستیم. اینمی لحظه به چشم ما شما با لباس و با تانگ و توپ خود در چشم ما داخل میشه، میگه ما در حق هستیم، عالم میگه ما حق هستیم. باز امروز کدام جنایتی که در فلسطین جریان داره، در غزه جریان داره، میگه سر سازمان ملل صدا بکنن، سر حقوق بشر صدا بکنن، سر حقوق زن و طفل صدا بکنن. من میگم مرگ به سازمان بدون ملل، مرگ به شورای بدون امنیت، مرگ به این ناقضین حقوق بشر، مرگ به این ناقضین حقوق طفل، مرگ به این ناقضین حقوق زن، مرگ به میت سکوتهای مصلحتی. قضیه فلسطین قضیه فکرهای آزاد است، نه فکرهای اسیر. قضیه فلسطین ربط به محمد سلمان نداره، پادشاه عربستان سعودی. قضیه فلسطین ربط به سیسی نداره. غلام نمیتونه کار را بکنه، غلام نمیتونه به این سیستم پیش بره. این قضیه اهل ایمان است. غزه امروز که به آتش میسوزه، فلسطین که امروز به آتش میسوزه، یه از آدرس اونها نیست.
این از آدرس ای هست که مثل که با یوسف برادرایش خیانت کردن، با غزه هم برادرایش خیانت کردن. چند روز پیش یک جشنواره سینمایی به نام اپرا، 4مین جشنواره در عربستان سعودی در ریاض جریان داشت. سینماگرها آمده بودن رقص میکردن، از اون طرف سیاه، سفید، زرد، سرخ دیده باشه. دمو لحظه ایجا آتش بلند میشه، در غزه هم آتش بلند میشه. ایجا آتش رقص و شهوت و پایکوبی هست، اوجا آتش کوبیدن اطفال هست. قدر فرق هست. این قضیه ما نگفتیم که به محمد بن سلمان ربط داشته باشه، ما هیچ وقت نگفتیم. ما گفتیم که از انسانهای آزاد است، فکرهای آزاد است، نه از غلام ها، نه از برده ها. این قضیه حکام کشور سابق ما نیست، کسی خفه نشوده دیگه. شما پیدا کنید یک صفحه اجتماعی حکام سابقه که نوشته کرده باشه که غزه ما در حد اقل مقدار بگه در غزه در غم شریک هستیم، پیدا کنش. گفتم که از اسارت‌های فکری نمیتونه چیزی اعلان بکنه، به این مورد حرف زدن نمیتونه، چون اونها از اموج جاسوسی اونها از اموج معاش میخورن. اونها تا میل لحظه را میجه بودن معاش میخوردن، رفتن طرف کارشان. حالا در ترکیه و فرانسه و فلان و فلان آمریکا باز اونجا خانه دارن. ما و شما که یک زمان رهبر میگفتیمش خود به خاطرش میکشتیم. فلسطین میفهمین کدام سرزمین است؟ فلسطین جای عادی نیست. ما خب به نام یک کشور میشناسیمش. حالا بشنوید که من چی میگم. فلسطین مسکن پیامبرا هست، جای زندگی پیامبرا هست. فلسطین محل زندگی داوود علیه السلام هست. فلسطین محل است که داوود علیه السلام و زکریا علیه السلام اوج محراب خود بنا کردن. فلسطین سرزمینی هست که سلیمان علیه السلام از همین سرزمین تمام دنیا را فرماندهی میکرد از داخل فلسطین. فلسطین موقعیتی از امورچی که با سلیمان علیه السلام تکلم کرده در سوره نمل و داستان واقعش در سرزمین فلسطین بوده. موسی علیه السلام که به قوم خود میگه ادخلوا الارض المقدسه التي، شما داخل شد به زمین مقدس. او زمین مقدس در فلسطین است. این سرزمین فلسطین است. سرزمین فلسطین او جایی است که عیسی علیه السلام داخل این سرزمین تولد میشه. سرزمین فلسطین او جایی هست که مریم علیه السلام تمام سختی هایی که میکشه در سرزمین فلسطین است. سرزمین فلسطین سرزمین هست که در اینمی سرزمین دجال نابود میشه. دجال هم دمیجا نابود میشه. اینا مشم کجا رفتن و کجا دست انداختن. یعجوج و معجوج نهایتش در روایات میگه که نهایت یعجوج و معجوج خطرناکترین لشکر و از علائم کبرای قیامت و دجال از علائم کبرای قیامت در فلسطین نابود شدنی هست و نابود میشه. مسجد الاقصی قبله اول مسلمان ها در فلسطین است. پیامبر که کل پیامبرا را امامت کرده، کل پیامبرا از آدم تا با اخیرش را قبل از پیامبر در سرزمین فلسطین امامت کرده در سفر اسرا و معراج. سرزمین فلسطین سرزمین و محل امامت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است در یک شب. این سرزمین فلسطین است. سرزمین فلسطین سرزمین اسرا و معراج پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است. و سرزمین فلسطین سرزمین انسان‌های آزاد است، نه غلام. در سرزمین فلسطین مردها تولید میشه، مثل که در چین اسباب تولید میشه. در سرزمین فلسطین مادرهای و سرزمین بلخص از این غزه‌ای که آل جریان داره، مادرهای اونها در ضمن از اینکه به اطفالشان شیر میتن که اینها تغذیهشان از این شیر آزادگی به اونها انتقال میکنن. میگه 10,000 فرزند و پسر و برادر و خواهر و مادر ما کشته شود، ولی سرزمین رها کردنی براتون نیسته. چون اگه امروز اینو گرفته فردا قبله اول میره، او هم دیگه باز او هم از دست ما خارج خواهد شد. فردا باز او جمع حکمرانی خواد کرده. سرزمین فلسطین سرزمینی هست که طفل 10 سالهش برادر 5 ساله خود در وقت شهادت تلقین میکنه، میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. قسم شیر خوردن. طفل 10 ساله برادر کوچک خود در وقت شهادت میگه بگو، تلقینش میگه اشهد ان لا اله الا الله. این سرزمین فلسطین است. اینا بشنوید. سرزمین فلسطین سرزمینی است که پدرهایشان در وقت شهادت انگشت می و جیوار دیدیم، خود دروغ نیست.
در وقت شهادت انگشتش بلند است میگه واصبر فانک باعیننا، صبر که تو زیر دید چشم پروردگار قرار داری. سرزمین فلسطین است، اشتباه نروند، این خط اشتباه نکنن. سرزمین فلسطین سرزمینی هست که مادر طفل و فرزند خود را در شهادت میبیند، بالای شهادتش استاد میشه بالای جسدش، میگه فرزندم به شهادتت حسودی میکنم، کاش که من جای تو میبودم، کاش که من در کنارت میبودم. ای تو مادرها هست دوجه. در سرزمین فلسطین او سرزمینی است که مادر با اسلحه در پیشروی سینه ایش بند شده، 5 پسر میگه بیا از پشت من، چند روز پیش حرکت کنه، مادرش ای تو مادر است. در این سرزمین نروند که تاوان میکنه. اینی سرزمین فلسطین بود. حتی در روایات میگه که سرزمین محشر و منشر، که محشر برپا میشه قیامت برپا میشه، سرزمین فلسطین. این تو سرزمین عادی نیست، از مو خاطر یک غده سرطانی رو در اونجا سبز میکنن به نام یهود، که نمیجه اینا باشن که سراسر نمیجه جنجال باشه به صورت دامدار. مسئولیت ما چی است؟ مسئولیت ما دعا کردن. عمر، حال شما نگید که چقدر یک گپ ساده که گفته، گپ ساده نیست. عمر رضی الله عنه که مجاهدین به طرف دشمن روان میکرد، میگه ای مجاهدین متوجه باشین که شما به کثرتتان کامیاب نمیشین، انما تنصرون بدعائکم، شما با دعاها کامیاب میشین. در شب بدر پیامبر در شب بدر که فردایش بدر و دستای خود بلند نکرد که الله فردا در مقابل دشمن قرار میگه ما رو کامیاب کن، قبل از جنگ دعا کردن. اگر دیگه توانایی نداریم، دعا توانایی نداره، در شبها نمیتونیم با مجاهدین دعا بکنیم، مردم سرزمین فلسطین دعا بکنیم. دوم کاری که میکنیم صدا بلند کردن، سکوت نکنیم. هر توانایی که دارن صدا در مقابل یهودی نجس چنان به مردم به معرفی بگیرن که دلشان خوب یک شود. این چیزا تاثیرگذار است، این چیزا عادی نمیره، فکرتون جمع باشه. بعضی موقع بعضی مردم ما رو میگه شما خودتون چرا نمیرین، خودتون چرا فقط همینجا گپ زده روان هستین. همه قدر که رفته از آدرس علما و دعوتگران نبوده، کور تشویق کرده، یعنی تو پیدا شده دیگه بالاخره رفته ترکت کرده. خوازمی آدرس همین تو در ثابت که در انگیزه پیدا شد، در او شور شهادت پیدا شده و بالاخره رفته. خواست کدام آدرس پیدا میشه؟ همین تو توکلی بلند میشه. حد اقل که ما در قلب خود از یهود نفرت داشته باشیم کافی است. دیگه کاری که ما میکنیم یهود شناسی، یهود خوب بشناسیم، کتاب در موردش بخونیم، کتابا هست در کتابخانه ها، صهیونیستا رو خوب بشناسیم. و دیگه کاری که میکنیم بیداری، یک کمی از خواب غفلت خود بکشیم، یک کمی مطالعه بکنیم، به سوی علم روی بریم، بخوانیم، به سوی اکتشافات اختراعات بریم که مثل او کیم جونگ است که پادشاه چی؟ کره شمالی است فکر کنم. او سر میز مدیریت و جمهوریت خود همونجا که چی داره، آمریکا رو بعضی اوقات اختار میده که آدم شگن ایسا چه فشار میتون، او زیر دستش است، آدم شو که فشار میتون، باز میگه خاصه ایسا آدم است، دیگه چیز نمیگه. خدا ما شما را به میتو علم برسون که برای میتو درنده های این سیوچکای سرخ کار است. مثلا همیشه نمیشه که ما بگیم این تو یک سویچ کار است، یک سویچ که زمین بدنام نشه، زمین هم گنده ها پاک شود. اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، اگر نه حق گفته باشم سهم شیطان بوده. اشتباه لفظی، خطای گفتاری و علمی بزرگواری تون عفو بکنید.